خیلی خوش اومدین به بازی شبیه ساز فرار از زندان. بریم تو بازی ببینیم چه مدلی. هیچ ایده ای راجع به این بازی ندارم. خب ببینیم که ما سلام دوستان عزیزم. شنا میری؟ شرطی شنا بزنیم؟ شرطی. دارم با تو چه پشتو کردی؟ من دارم با تو صحبت میکنم. ازگل. دوستان عزیزم تو زندان وقتی اگر خدای نکرده افتادین داخل زندان، باید همون اول میختون رو محکم بکوبین. ازگلا. حیف که اینجا الان پشت این میلام و اگرم میاد ببینین یکی یکیتون رو بذاشتم همین گوشه دیوار. اینجا بذاشتم اینجا. نه اینجا، نه اینجا بذاشتم اینجا. دیدی؟ دوستان عزیزم ببینیم اصلا بازی از چه قرار هست و باید چیکار بکنیم. این نامه چیه برام گذاشتین اینجا؟ خب باید از تو تونل فرار کنیم. اینجا چیه؟ اینا مثل این که باید رول کنیم بچه‌ها، یعنی بچرخونیم. به صندلی رو بردارم بذارم اینجا. خب اینا هم خرندی، یعنی اینا اصلا نمیفهمن. پشتون کردم راحت بش پشت کردم. نه اصلا چیزی نیست. کاری نداریم ما اینجا. ذره تعمیرکاری داریم می‌کنیم بغل. حالا یه مأمور رچه نمیگه تو داری چیکار می‌کنی با این صندلی کفو اینجا داری چیز می‌کنی. به شعور ما یه ذره توهین کرد. خب ما حالا میریم جلوتر می‌بینیم چیکار کنیم دیگه. اینجا رو مثلا گفته بزنید بتر کنید 4 تا موزاییکو. خب نیاز به متال داریم دوستان عزیزم. ما نیاز به متال داریم. اینو برمی‌داریم. خب میافتیم به جونی. خب داداش این مدل سبک فرار کردن که تا 3 سال دیگه من حبسم کلا 5 ماه، یعنی نمیصرفه به نظر من. حالا ولی میکنیم دیگه. اینا چیه؟ دفینه پیدا کردیم تو زندان. گنج پیدا شد. این چیه؟ اینا چیه؟ چکمه زیر اینجا چیکار میکنن؟ مثلا شیر کشی اینجا دفن کردیم. اینجا مگه زندان نیست؟ این قبر فکر کنم قبرستون بوده. کسی نیاد یه وقت. نه ما کاری نداریم جان. بله نه من حسابم سر رفتم این کفو یه ذره تمیز میکنم، تمیزکاری میکنم. من فرار نه بابا، من کلا 4-5 ماه بیشتر حبس ندارم. میگه زندانی باز زندانیش باید بکشه. شما ورزش کنید راحت باشه. نه کاری ندارم، من اینجا تمیزکاری دارم میکنم. اینجا یه ذره کثیف شده کف. اینا چی ان ناموسن تو اینجا زیر کف زمین؟ چرا باید اینا رو من پیدا کنم اینجا؟ آقا بیان سلول من عوض کنین. چیه؟ چیز دیگه نیست. دکمه اینونتوری من کو؟ خب ما فعلا این گندی که زدیم اینجا جمع کنیم. خب هیچ اینا. الان یکی بیاد از این مأمور بیاد تو تا کمر بره تو. اینونتوری با اینجا بذاریم. اینجا مورز بذاریم بالا. بعد مأمور بیاد میگه اینا چیه؟ میونه اینا بودن. اینا از قدیم بودن. باید بریزیم اینجا. این همه بیل زدیم کلا 2 تا کف دست خاک شد. خب خوبه. منتظر کسی هستین دوست. سلام عزیزم، خوبی؟ حالت خوبه؟ جونم. جان You are not up to something are you؟ جان نه من هیچی ندارم، من پاکم. اینا نه، اینا دکوریه عزیزم. جونم. چیز دیگه میخوای؟ خریداری. چی خریداری عزیزم؟ اینا رو خریداری؟ اینا رو دارم، صابون دارم، کفش دارم. بفهم داخل. اینا رو بدم برای اینکه تو من 17 تا دستمال توالت بدی. کودنم، من احمقم. من این همه سختی کشیدم که اینا رو به تو بدم تو 17 تا دستمال توالت. خب اینجا زورگویی هست دیگه. 4 دیگه دارم. با این سیسی که داری 4 دیگه ندارم. خدمت شما. خب دستمال توالت به چه کار من میاد؟ اینا رو باید جزو خدمات چیز باشه دیگه. آقای محترم شما الان اومدی زورگویی کردی. بده چیکار؟ آقا در باز گذاشتی ها. سن دیگه میاد. ای جانم. مبادله کالا به کالا. 5 تا از اینا میلک به من، شیر به من بدی. خب تو پاچه من میکنی قیافت اصلا سیسی که داری سیس پاچه. ولی خب آقا من چه کار کردم مگه؟ من داشتم معامله میکنم. خودت برای چی گفتی اینا رو بده اونا رو بگیر؟ 10 ثانیه دیگه تایم ناهاره بچه‌ها. اگه درو باز کن. چه ورزشی میکنی شما؟ تو اگه اینقدر ورزش کاری اینجا چیکار میکنی؟ برای من سوال شده واقعا. تو چه غلطی کردی که تو رو انداختن اینجا و صبح تا شب اینجا داری این چیز میره دراز نشسته و چیز. خب تایم نهار شد بچه‌ها. جانم. درام باز کن. مرسی متشکرم. بله چشم حتما. چطور تشریف نمیاریم؟ شما بریم من اومدم. سالن غذاخوری همینه. کلا این من یک سوال برام شد. چند تا زندانی تو این زندان هست که این سالن ناهارخوری اینه؟ غذای ما چی شد؟ من خیلی گشنمم. آقا چرا تو این زندان همه از ما آیتم میخوایم؟ چه زندانیه؟ من آقا غذای ما رو بده دیگه. باز دنبال چی میخوای از من بگیری؟ تو خجالت نمیکشی یک زندانی رو میخوای غذا بهش بدی میگه آیتم؟ گیتاو چیه بی تربیت؟ نه آقا شرطی بازمون شرطی حرام است. یعنی چی گیتاو؟ 5 تا آیتم من باید به این چیزا بفروشم. خب برای چی بیارم؟ برای سوپ بیارم؟ آقا تایم نهار تمام شد، من نهار نخوردم. این چه باشه رفتم. بابا چه زندانی درست کردین. این چه زندانیه دیگه ما رو انداختن. باز چی میخوای از جون من؟ چی بفروشم به تو؟ بده دستمال توالت منو بده. هر سری سایزش چرا کوچیک‌تر میشه؟ هر سری سایزش این داره آب میره. من حواسم هست بده.
هر سری داره این سایزای اینا کوچیک میشه. دماغ تو هی بزرگتر میشه، سایز اینا کوچیک‌تر میشه. 30 ثانیه دیگه برمیگردی. چش باش. الان من فهمیدم. ما باید بگیم فرو کنم. چی داری؟ بده. آقا میخوام بخرم. دیگه ندارم. یه پول ندارم بخرم ازت، گم شو. حالا مامور میاد عصبی باز تو. یا ببینم رفتی. خب کار ما اینجا آغاز میشه دوباره. اینو ما این گندی که زدیم اینجوری باز. آقا من اینجا رو کنده بودم، کی اومد اینجا رو پر کرد؟ آقا اینجا جن داره بخدا. سری اینجا رو میکنم. سری چون همه رو میکنم. میام سری. قاشق من کو؟ قاشقه رو برداریم. بکنه. آقا من خواهم این سری دیگه یه تونل بزرگ آیتم خوبه میدیم به دلال. این مأمور نیست که اینجا دلاله. هی جیب ما رو بزنه، هی دماغش بزرگتره. جیب ما رو بزنه، هی دماغش. انرژی ندارم، خاک تو سرت کنم. بیا جمع کن الان این گارده میاد. جمع کن، خاک تو سر. انرژی ندارم، نون نخورده پدر سگ. آیتم ندارم من ببین بفروشم. خب یه دونه همین 3 تا شد کلا. بیزارم از شما. صبح به صبح پا میشم قیافش نحس شما رو میبینم. شما پشت به من حداقل یک دو کلمه من صحبت کنید. دستگیر شدم. اینجا رو پیدا کردم دوباره. آقا من مغزم نمیکشه بازی رو واقعا. نمیدونم با چیکار کنم. مثلا تا اینجای ویدیو بسه که من ببینم اصلا باید چیکار کنم. به نظر شما اگر راهکاری دارید، چیزی دارید، به من تو کامنت ها بگین که من یه جوری برم جلو از این خراب شده فرار کنم. دیگه خسته شدم به خدا. میام اینجا رو میکنم باز منو میگیرن. خب آقا چیه این؟ یه آیتم بفروش، هی فلان بکن، بیسار بکن. دوستان عزیزم مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. خیلی دوستتون دارم. اگه خوشتون اومد بگین پارت بعدی رو بریم. ما که از واقعیتش هیچ چیز بازی نفهمیدم. یعنی فقط اومدم ببینم اصلا چیه این بازی. اگر دوست داشتید بگین سریال بعدشو بریم جدی‌ترشو بریم. دیگه واقعا مراحلشو بریم جلو و ببینیم میتونیم از زندان فرار کنیم یا نه. مرسی که تا اینجا دیدین. خیلی دوستتون دارم. خب خدافظ.